بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف نمی‌زنند. از قسم یکم درس امروزی ما به عون الله تعالی الدرس الحادی عشر، یعنی درس 11. موضوع درس یا که موضوع درس 11 از چی عبارت می باشد؟ گفته است که در شرح فی با همراهی ضمیر الغائب، فی مع ضمیر الغائب، یعنی همون فی که گفته است که فی حرف جر. خب ضمیر غائب المذکر، فیه ضمیر الغائب المؤنث فیها. البته در اینجا ضمیر، وقتی که ما ضمیر گفتیم همه ضمیرها چی می باشن؟ مبنی می باشن، آخرشان دیگرگون نمی شود. در اینجا فی حرف من حروف الجارة والهاء ضمیر متصل مبني على الكسر في محل جر بفي. وقتی که فيها گفتیم فی حرف من حروف الجارة یا که من حروف الجر هم گفتم میشد. ها ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر بفي. خب امی قدر دارد. بیتی فیه حدیقة. خب بیتی فیه حدیقه، خانه من در او باغ است. فصلی فیه طلاب، صنف من در آن دانشجویانم. خب ماذا في هذا البيت؟ در این خانه چی چیز است؟ فیه اثاث، در وی بساط هاست. فهمیدید؟ میبل هم خیلی چیزایی بساط ها یا که اساس ها. من فی المکتب ما فیه احد. مکتب اداره را میگوین، فهمیدید؟ یا که دفتر میگوین در بعضی کشورهای فارسی زبان. خب در اداره کیست یا که در دفتر کیست یا که در اتاقی می نویسگیرم مکتب میگوین، اتاقی کاری، در وی کسی نیست. حدیقتی فیها ازهار، باغ من در وی گل هاست. غرفتی فیها نافذه، اتاق من در وی تیریزه است. ماذا فی الحقیبه؟ در جامدان چی چیز است؟ فیها کتب، در وی کتاب هاست. من فی المکتبه، در کتابخانه کیست؟ ما فیها احد، در وی یگان کسی نیست. خب یا المتکلم، یای متکلم، گفته است که یا المتکلم ضمیر للمتکلم، یعنی یای متکلم این ضمیر برای شخص یکم بوده است. وقتی که این ضمیر در آخری کدام کلمه که پیوست شود
همون کلمه اعرابش تقدیری می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اعراب دو خیل می شود. فهمیدید؟ اعرابی لفظی می شود و اعرابی تقدیری می شود. اعرابی لفظی نیز دو خیل می شود، اصلی و فرعی می شود. فهمیدید؟ خب مثال اعرابی لفظی رفع، مثال برای رفع اگر علامتش ضمه باشد می شود که ضمه رو عوض می کردگی دیگه علامت ها باشد که ویها رو فرعی می گویند. برای مثال می شود که واو باشد، فهمیدید؟ می شود که الیف باشد در اسم مثنا، واو در در اسماء خمسه و جمع مذکر سالم. خب و هاکذا. چخیلی که برای نصب هم یعنی که علامتی چی می باشد؟ اصلی و فرعی می باشد. برای جر هم، حتی برای جزم هم که اینه بعدا می گذاریم. مهم گفتیم که اعراب دو خیل می شود، اعرابی لفظی می شود و اعرابی تقدیری می شود. اعرابی تقدیری به 3 سبب می شود. فهمیدید؟ به 3 سبب. یکی از اون سبب ها چیست؟ بارک الله فیکن. از همون یعنی که مثال گفتیم که تقدیری می شود. می شود که برای تعذر باشد. می شود که برای چی؟ تعذر باشد. و می شود که برای چی باشد؟ ثقل باشد، ثقل. و می شود که برای مناسبت باشد. فهمیدید؟ اگر پرسن که اعرابی تقدیری کدام وقت می شود؟ میگید که در 3 حالت می شود. ما یقدر للثقل، یا که ما یقدر للتعذر، ما یقدر للثقل و ما یقدر للمناسبه. خب اکنون ما یقدر للتعذر را یک مرتبه گذاشتیم. ما یقدر للتعذر و را گذاشتیم در کدام نمود اسم بود؟ و هر اسمی معربی باشد که آخرش الیف لازمه داشته باشد که ما قبلش فتحه دار باشد که چنین اسم را اسم مقصور می نامیدند. فهمیدید؟ خب هر 3 نمود اعراب برایش تقدیری می شود. و می شود که ما یقدر للثقل، خب اعرابش تقدیری باشد برای وزنین بودن، یعنی به خاطر آن لفظش نمیدن که لفظی برای او وزنین می افتد، در تلفظ کردن وزنین می شود. اینا اسم منقوص می گویند که در آخرش یا ساکنه لازمی مقابل کسر مقابل مکسور می گویند، یعنی که پیش از یا بودگی حرف چیزا حرفی کسر داره، حرکتی گویم کسر داره. خواستم میگم خب ما یقدر للمناسبه، این همین است موضوع درس ما. فهمیدید؟ ما یقدر للمناسبه یعنی مثال آن کلمه ای که وره برای مناسبت چی؟ اعرابی تقدیری میدهند، اعرابی تقدیری میدهند. بنابراین اکنون در همین موضوع خود ما عمیق‌تر چی گفت و شنید کردن ما در کار است. فهمیدید؟ کدام وقت یعنی که اعرابی تقدیری میگیرد برای مناسبت؟ ذلك فی کل اسم اضیف الى یاء المتکلم میگویند. و ذلك فی کل اسم اضیف الى یاء المتکلم، هر اسمی که به یای متکلم مضاف شود همون خود اسم اعرابش تقدیری می شود و تقدیری شدنش به خاطر مناسبت می باشد. تقدیری شدنش برای مناسبت می باشد. برای مثال می گویم که هر 3 نمود اعرابش جمیع
حرکت های اعراب تقدیری می شود. فهمیده؟ برای مثال میگویم که غلامی، چی گفته در اینجا؟ غرفتی، حقیبتی، بیتی، بلدی، جامعتی، ابی، امی، اخی، اختی. همین بیتی میگویم که مرفوع، نگاه کنید، مرفوع، تمامی کلمه که به یای متکلم اضافه شود آن را چنین اعراب میکنم. اگر در حالت رفع باشد میگویم که مرفوع و علامت رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. اگر مرفوع باشد یعنی در جای مقامی و مقام رفع باشد همون اسمی که مضاف شده سابقه متکلم میگه که مرفوع و علامت رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. اگر مبودم چی باشد مقامی او اسمی مضاف شده به یای متکلم مقامی نصب باشد همین طور میگید که منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. از یاد نبرونه. اگر مجرور باشد نگید که مجرورن خب به چیزی که باشد بالمضاف یا که مثال به حرف الجر باشد. فهمیده؟ مهم مجرورا وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهمید؟ بارك الله فيكم. اینا خوب ازبار کنید. از همه یعنی که از همه چیزی مهم همین بود دیگه. مثال چیزی مهم ندارد. بیتی، غرفتی یعنی خانه من، اتاق من، جامدانی من، کشوری من، دانشکده من، پدری من، مادری من، برادری من، خواهری من. بیتی جمیل، خانه من زیباست. غرفتی کبیره، اتاق من بزرگ است، کلان است. احب بلدی، این اکو فرق میکند لیکن اعرابشو گفتم. احب فعل والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقديره أنا. يعني أحب فعل مضارع باشد که فعل مضارع مرفوع رفع شده ایستاد است. فهمیدید؟ برای چی رفع شد؟ لتجرده عن الناصب والجازم، برای خاطر آن که در اولش یگون عاملی نیست که او را چی نصبش کند یا که یگون عاملی نیست که او را جزمش کند. برای میگون که مرفوع. خب وقتی که این فعل باشه برای فعل فاعل در کار می شود. فاعل خیلی که گفتیم یا که غایب می شود یا مخاطب می شود یا متکلم می شود. مادامی که من خودم صحبت کرده ایستادم احب انا می شده است. فاعل است ضمیر مستتر وجوبا تقدیره انا. پوشیده شدن ضمیر دو خیل می شود. یا پوشیده شدنش واجب می شود حتما باید که گوید که وجوبا یا که جوازا یعنی که جایز میگویم. کدا وقت یعنی که وجوبا می شود و کدا وقت جوازا وقتی که غایب باشد اینا جوازا میگویند. برای خاطر آن جوازا میگویم که ممکن است برای ظهور کردن نمایان کردن ممکن است و یا نمایان کردن ممکن است. اما وقتی که وجوبا گفتیم هرگز ممکن نیست او را اظهار کردن فاعلش نمایان کردن. مثلا وقتی که مخاطب باشد تحب انت گفتن هیچ ممکن نیست چون مخاطب است روبرو ما او را دیده ایستادیم. همچنین احب هم احب انا گفتن نمیشد هرگز نمیشد زیرا من خودم سخن گوینده هم و ما را دیده ایستادن حاجت به ذکر کردن انا نیست. احب فعل مضارع مرفوع
مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. خب بخينا قاعدة دارد برای چی ضمیر ظاهر شده آخرش چخیک در اسم میگفتیم لأنه اسم مفرد منصرف میگفتیم و همخیل میگفتیم اینا میگویم که لأنه لم يتصل بآخره شيء، چون که در آخر فعل یگان چیز پیوست شدگی نیست. مراد از پیوست شدن یعنی که الف چه واو جماعت گفته ایستاده است و میدون یا که الف مثنا رو گفته ایستاده است یا که یای مخاطبه رو گفته ایستاده است. یعنی مهم و آخرش اون چی چپه. خب بلدی من دوست می‌دارم بلدم را کشورم را، در اینجا بلد مفعول به فعل من دوست می‌دارم کرا و چرا، یعنی چرا دوست می‌دارم بلد را و بلدی من است. مهم در اینجا بلد من چه مفعول به منصوب و علامت نصبه چی میشد الفتحة المقدرة برای چی فتح مقدره شد؟ اكيد دو خير بيقول مثلا میتونیم گفتن که الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم گفتن میشه. فهمیدید؟ یا میتونیم گفتن که فتحة شيء مقدرة خب لاشتغال المحلي، یا که میگیم که منع من ظهورها، يعني الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وقتی که اینو گفتیم برای چی ظهور نمایان نشد؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهمیدید؟ بارك الله فيكم. يعني با تکرار میکنم که برای یعنی که با یک سخن یخل اعراب شود. بلد مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني، يمكن وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر بالمضاف. هذا خبر مخل. نعم. أحب أبي وأمي إنما مثل من پدر و مادرم رو دوست می‌دارم. أحب أخي و أختي من برادر و خواهرم رو دوست می‌دارم. اگه در زبان تاجیکی ما من گفتن ما خوبتر میشه در زبان روسی هم، زیرا که وقتی که ما من میگیم این معنا نداره که ما فاعل را گفتیم که واجباً مستتر باشد و بس چرا اینجا ظاهر کردن. نه، وقتی که من در اول کلمه آمد و فاعل نمیشه در آخر و مبتدا میشه، من مبتدا میشه و أحب خبر میشه، جمله فعلیه شده خبر میشه. این از بارک الله فیکم درسی امروزی ما، یعنی درسی 11 از کتاب یکی از شرح کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.